غضب فرو بردن این صفتی خوب است. الله تعالی گفت که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بندگان اینه که الله تعالی تقوادارها اینا شخصیت های هستن که والکاظمین الغیظ غضب فرو میبرن و از مردم عفو میکنن و الله تعالی عفو کننده ها را دوست میدارد. و الله تعالی ثنا گفت به آنهایی که وقتی که از پیش سخنی باطل سخنی نادرست میگذرند یا بروشان گفته میشود، یعنی که به آن اهمیت نمیدهند، سلامت میمونند، یعنی که در جوابش یک سخنی میگن که از گناه سلامت میمونند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در سوره فرقان گفت که وقتی که جاهل ها، آدمی نادان برایتان داد میزند، آدمی نادان برایتان تهمت میکنه، آدمی نادان شما را تحقیر میکند، آدمی علمدار این کارا نمیکند. وقتی که بنابراین الله تعالی جاهلون گفت و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگانی نیک الله تعالی شخصیت هایی هستند که اگر جاهل ها به آنها خطاب کند، یعنی آنها را مورد خطاب قرار دهد، سخنهای باطل گفت، سخنهای ناسزا گفت، تحقیر کند، حقارت و دشنام کند، قالوا سلاما. در جوابش اینو سخن میگن که از گناه سلامت میماند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ترغیب کردن کسی که اگر غضبش فرو برد و حالا که قادر است برای اجرای غضب، یعنی غضبتون میگوید که زن یا فلان کار کن میگوید، لیکن شما میتونید همین کار کرده، لیکن به خاطر الله اگر غضبتون فرو برید، الله تعالی روز قیامت در نزد تمام آدم ها میگفت که فلانی از حور جنت اختیار کن، از این دخترهای زیبای جنت کدام میشه خواهی اختیار کن، میگفت برای کسی که غضبش فرو میبرد. و گفتن که پهلوان آن نیست که مردم را در گوشتین برداشته زند، پهلوان آن است که غضبش فرو برد. چون غضب که آمد برای دفع کردن و فرو بردن قوت لازم است و کسی که غضب خود را فرو میبره این پهلوان است. پهلوان کسی نیست که مردم را در گوشتین چپه کند برداشته زند، پهلوان کسی که غضبش فرو میبرد. و یک آدم هم آمد گفت که یا رسول الله اوصینی، مرا وصیت کنید. گفتن که لا تغضب، غضب نکن. فردد مرارا، یعنی چند مراتبه تکرار کرد، باز نصیحت کنید. گفتن که غضب نکن، باز نصیحت کنید. خب انشالله غضب نمیکنم، باز نصیحت کنید. گفتن که غضب نکن. برای که غضب واقعا برای سلامتی هم ضرر دارد و این چونین به آبرو، به مال و ملک، به بسیار ضررهای جدی دارد. طلاق ها همش در حالت غضب میشد. در حالت غضب انسان گاه فرزندش را زده اینولید میکند، همسرش را میزند و در حالت غضب سخنای میگه، در حالت غضب مال خودش رو برداشته میزند. بعضی انسان ها در حالت غضبش تلفنش رو برداشته میزند، تلویزیون رو میشکند، در میشکند، تیریزه رو میشکند که به یک مهنت عرق جبین جمع کرده آورد از خودش. ضرری خودش است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب نکن.